سلام خدمت هدیه تاروتی های عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال خودتون خوش اومدین. بریم ما هم انرژی خوانی این رو داشته باشیم که ببینیم حس و حال کراشتون نسبت به شما چی هستش، تو ذهنش چی میگذره. آیا تصمیم اینو داره که به شما نزدیک بشه، به شما پیشنهاد بده، یا فقط در حد همون کراش زدن میمونه یا نه؟ در واقع یه جور ذهن‌خوانی کراش داشته باشیم. همینطور که من کارت ها رو بر میزنم شما هم همراه من نیت بکنید. خیلی خوب عزیزای دل، کراشتون به شما فکر میکنه و دوست داره که به شما نزدیک بشه، اما فکر میکنه که باید خیلی اعتماد به نفس بالایی داشته باشه بخواد به شما نزدیک بشه. شما رو یه مقدار شخصیت سفت و سختی میبینه. شما رو شخصیتی میبینه که به راحتی اجازه نمیده که کسی بهت نزدیک بشه. زمانی که به شما فکر میکنه بیشتر از اینکه احساساتش جریحه دار بشه، بیشتر منطقی و تحلیلگر به شما فکر میکنه. کراشتون شما رو یه فرد جدی و باهوش میبینه. همین باعث شده که بیشتر از دیگران بخواد به شما احترام بذاره. سعی میکنه تو برخوردش با شما احساساتش رو کنترل بکنه. نمیخواد شما رو متوجه این کنه که اون هم به شما علاقه داره، اون هم روی شما کراش زده. با این حال تو لحظه‌های خلوتش به آیندهش با شما فکر میکنه. خود شخصش متوجه این هست که به شما تمایل داره، به شما علاقه داره، اما هنوز کاملا مطمئن نیستش. گاهی وقتا از رابطه احتمالیش با شما خیال پردازی میکنه و از این موضوع خیلی لذت میبره. یه ترس از رد شدن هم داره که باعث شده احساساتش رو بخواد پنهان نگه داره. ولی اگه متوجه این بشه که این کراش زدن، این علاقه دو طرفه است، ممکنه که سریعتر بخواد به شما نزدیک بشه و بهتون پیشنهاد بده. به دیتیل شما، به جزئیات شما خیلی توجه میکنه. کوچکترین رفتاری که تو خلقیات و رفتار شما میبینه رو متوجه میشه. به حرفایی که شما بهش میزنی یا رفتاری که باهاش داری، به ریاکشن هایی که بهش نشون میدی رو خیلی جدی میگیره. کراشتون یه شخص عملگراست. تو ذهنش به این فکر میکنه که یه سناریویی بچینه که ببینه چقدر میتونه وارد زندگی شما بشه. البته چند باری تلاش کرده که بهت نزدیک بشه، اما آخرین لحظه منصرف شده. انصرافش رو فکر میکنم به خاطر همین ترسی هست که داره، ترسه که علاقش یک طرفه باشه. شما برای کراشتون یه شخصیت قابل اتکا و جذاب دارید. شما رو شخصیتی میبینه که انگار میتونه کنار شما آرامش داشته باشه و نسبت به لایف استایل شما کنجکاوی داره و حتی اینو میدونه که برای آشنایی با شما باید از قدم‌های کوچیک شروع کنه. ذهنش دائما دنبال بهونه‌ای برای شروع صحبت با شماست.
ممکنه که این روزها خودش تحت یه فشار ذهنی یا شغلی باشه که نمیتونه خیلی احساساتش رو جمع جور کنه، احساساتش رو واضح بیاد به شما نشون بده و از این میترسه که نتونه یه رابطه با کیفیت بسازه و شما رو خودش ناامید بکنه. دوست داره که به شما نزدیک بشه اما فکر میکنه که زمانش مناسب نیست. اگه شرایطش بهتر باشه اولین کسی که میره سمتش قطعا شما هستی. شخصیتون وقتی شما رو میبینه خیلی هیجان زده میشه، انگیزش برای ادامه زندگی میره بالا و تپش قلب پیدا میکنه. شما برای کراشتون یه تجربه عاشقانه و شیرین به نظر میرسه. فکر میکنه که با شما زندگیش به خوشبختی میرسه. کراشتون به رابطه با شما به شکل جدی و بلند مدت فکر میکنه. ذهنش پر از برنامه‌ریزی برای رابطه حساب شده با شماست. معتقده که اگه حرکت عجولانه بزنه ممکنه که همه چیز رو خراب کنه و به همین دلیله که خیلی آهسته و کند به سمت شما قدم برمیداره. یک سری درگیری ذهنی و افکار منفی هم داره و نگران اینه که علاقش یک طرفه باشه. با این حال خیلی به سمت شما کشش داره، بسیار شما رو تاثیرگذار میبینه و نیاز داره که از سمت شما یه نشونه کوچیک ببینه تا این ترسش از بین بره و به سمتتون قدم برداره. شخصیت شما رو بسیار باوقار و جدی و جذاب میبینه و کراشتون خودش هم شخصیتی پر انرژی و قدرتمند داره. نگاه های طولانی و عمیقی بهت داره، طوری که نمیتونه ازت چشم برداره. حتی گاهی ممکنه که خودت سنگینی نگاهش رو متوجه بشی. ممکنه که باهات بخواد سرد رفتار کنه که ریاکشن شما رو ببینه. یا حتی ممکنه ته ذهنش این طرز فکر رو راجع به شما داشته باشه که ممکنه شما با کس دیگه تو رابطه بوده باشی. خوش انرژی بودن شما رو خیلی دوست داره و کراشتون خودش یه حالت خجالتی طور داره. خیلی راحت و مستقیم نمیتونه بیاد بشینه حرف دلشو بزنه یا بخواد خیلی راحت با ارتباط برقرار کنه. یه جورایی بین احساسات و منطقش گیر کرده، نمیدونه که الان زمان مناسبی برای بیان احساساتش هست یا نه، ولی خب مدام بهت فکر میکنه و منتظره فرصت مناسب برای بیان خواستشه. ممکنه که گاهی حرفای غیر مستقیم بهت بزنه تا حرفای شما رو، واکنش شما رو بسنجه. کراشتون یه کمی شخصیت کنجکاو و حسودی داره که باعث شده نسبت به روابط شما خیلی بخواد حساس بشه. به صورت ناخودآگاه تو ذهن شروع به ساختن خاطرات مشترک با شما میکنه. یه حس آرامش و امنیت بهش میدی. کنار شما حس میکنه که میتونه خود واقعیش باشه. خیلی سعی میکنه که منطقی باشه، یه جوری که تلاش میکنه با احساساتش کنار بیار. خیلی با احساساتش کلنجار میره و حسش روز به روز به شما بیشتر میشه و خیلی مدیریت و کنترل روی این حسش نمیتونه داشته باشه. ممکنه یه فاصله فیزیکی، یه فاصله زمانی، یه شرایطی به وجود اومده باشه که مدتی از شما دور شده و شما رو نمیبینه.
برای نزدیک شدن به شما یه سری پلن ها و نقشه هایی تو ذهنش داره و ممکنه کراشتون تو گذشته یه آسیب عشقی دیده که هنوز اون ترس همراهشه و از بین نرفته. به خاطر همینه که گاهی دو دله، نمیدونه اقدامی بکنه یا نه. انگاری خودشو از تو کم دور نگه داشته، انگاری یه دیوار محافظتی دور خودش کشیده. دوست داره که این بار به شما اعتماد کنه و به شما پیشنهاد میشه که صبر کنین، چون کراشتون یکم باید به خودش کنار بیاد و آروم آروم میاد جلو، پیشنهاد رو میده. کراشتون اخیرا به یه درک واضحی از احساساتش نسبت به شما رسیده. خیلی دوست داره که بیاد پیش شما اعتراف کنه، صاف و پوسکنده حرفشو بزنه، احساساتشو بیان کنه. حضور شما رو کنار خودش خیلی مهم میبینه، اما خب نمیخواد عجله کنه دیگه، دوباره نمیخواد اون اشتباهی که گذشته کرده رو بکنه. دوست نداره که درس قبلی رو دوباره بخواد تجربه بکنه. در واقع کراشتون نگران اینه که شما گزینه‌های بهتری داشته باشین. دوست نداره که با کسی رقابت کنه و در این حال نمیخواد که شما رو از دست بده. این نگرانی ها، این دغدغه هایی که داره باعث شده که بیشتر بخواد به شما فکر بکنه و همیشه توی ذهنش ترس از دست دادن شما رو داره. تصمیم داره که یک سری تلاش هایی بکنه که بیشتر بشه به چشم شما بیاده، بیشتر توسط شما دیده بشه. دوست داره که توجه شما رو داشته باشه. کراشتون یه فرد بسیار مسئولیت پذیر تو زندگیشه و خیلی با دیسیپلین و برنامه‌ریزی توی زندگیش پیش میره. انسان ثابت قدمیه و تصمیم داره که اگه قدمی برمیداره قدمش حساب شده و بسیار رسمی باشه. شما رو یه شریک ایدئال برای زندگیش میبینه. وقتی بهت فکر میکنه حس میکنه که خیلی میتونه با شما خوشبختی رو تجربه کنه. اون حس شیرینی و خوشبختی رو میچشه در واقع و دنبال این نشونه است که بفهمه اوضاع امنه، که بفهمه شما هم باهاش اوکی، شما هم روش کراش زدی، شما هم بهش علاقه داری، تا یه دلگرمی پیدا کنه، یه خیال جمعی پیدا کنه و بتونه پا پیش بذاره. عزیزای دلم، امیدوارم که این انرژی خوانی براتون مفید واقع شده باشه و شما هر زمان که این انرژی خوانی رو ببینید انرژیش براتون صدق میکنه. روزهای خوب و فوق‌العاده‌ای رو برای تک تکتون آرزو میکنم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند منان میسپارم.